ولک تو گفتی با چند نفر دعوام شده؟ ناموسن اینا خیلی زیادن. الان برنامه چیه؟ میخوای زنگ بزنی مختارم بیاد؟ اون چشمشم زخمیه، اینا فکر کنم بیشتر میترسن. داداش مختار زنگ زدم در حال مکالمه بود، پیامم دادم هنوز سین نکرده، خودم هم نمیدونم چی کار بکنم. ولک کیان خودت میدونی من تا 100 نفر حریفم، ولی اینا به چشم من 106 107 نفر هم میان. بیا ناموسن بگو غلط کردم تا تموم بشه بره. داداش من کوتاه نمیام، 100 تومن چک داده پاس نمیکنه. کیان خدا وکیلی 100 تومن خودم میدم، کوتاه بیا. یادت نیست حاج آقا تو مسجد چی میگفت دیروز؟ چک های بالای 100 میلیون تومان را فرم بزنید و دعوا نکنید، بگذارید قانون در بین شما حکم کند. العمر گوباز دیوس، چرا پایا نکردی؟ ببین الان چه دعوایی شده. مگه نگفتی 3 روز پولمو پس میدی؟ بچه مواظب حرف زدنت باشم، اصلا نمیدم. میخوای چه غلطی بکنی؟ میرم شکایتت میکنم، به همه هم میگم تریاک مصرف میکنیم. مفنگی به همین خیال باش. منم اون روز که داشتی آب میکردی تو عرقا که بفروشی به مردم فیلمتو گرفتمه. بچه میترسونی، یعنی ما نمیفهمیم ایجاز قال بافور رو صورته.